أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران لقدر، برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خواهش یک چند برادران و خواهران اهل اسلام خواستم درباره توبه کردن و از رحمت خداوند ناامید نشدن یک چند تفسیر آیات ها و یک چند حکایت هایی که از کتاب صیقل خرد دسترس کردیم به سمع شما رسانم. و البته اگر در وقت گفتن موعظه مذکور اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. حمد و ثنای بی‌عدد بر خداوند مهربان بنده نواز را که دست لطف و مرحمتش همیشه بالای بندگانش فراز است. ابو امامه باهلی رضی الله عنه روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ملائکه های دست راست امینند بر ملائکه های دست چپ. چون بنده نیکی کند ملائکه دست راست در صحیفه اعمال وی 10 نیکی بنویسند و چون بدی کند ملائکه دست چپ خواهند که بنویسند ملائکه دست راست گویند که صبر کنید تا 7 ساعت بگذرد و اگر این بنده استغفار کند آن بدی ننویسند. ناگهان ای بنده گر کرده گناه توبه کن، در حال عذر آن بخواه. روایت کردند از آدم علیه السلام که گفتند به درستی که الله تعالی 4 چیز به امتان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کرامت کرده است که به من آن را نصیب نشد. اول آن کتاب مکه نرفتم، الله تعالی توبه مرا قبول نکرد. امتان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در هر مکانی که توبه کنند الله تعالی توبه آنان را قبول می کند. دوم آن که بر تن من از لباس های جنت بود، وقتی که از من گناه صادر شد مرا برهنه گردانیدند. امتان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در وقت برهنگی گناه کنند الله تعالی با آنها لباس های فاخره کرامت کند. سوم آن که وقتی از من گناه صادر شد در بین من و زوجم جدایی انداخت. امتان محمد صلی الله علیه و سلم گناه کنند از اولاد ازواج خود جدا نمی شوند. چهارم که در بهشت از من گناه صادر شد مرا از بهشت بیرون کردند. امتان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در بیرون جنت گناه می کنند، خداوند متعال آنها را داخل جنت می گرداند به شرطی که وقتی توبه کرده باشند. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت می کنند که پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند از امتان پیشین مردی بود که 99 کس را کشته بود. روزی او از این عمل خود پشیمان شده نزد راهب رفته گفت من 99 نفر را کشتم، اکنون پشیمان گشتم، بگوی اگر توبه کنم خدای تعالی توبه مرا قبول می کند؟ راهب گفت هرگز نه. مرد راهب را نیز کشت و شماری از دست او کشته شدگان به 100 نفر رسید. بعد عالم ترین شخص اطراف داشت سراغی کرد، به او عالمی را راهنمایی کردند. نزد عالم رفته احوال خود را نقل کرد. عالم گفت آره از این کار توبه هست، در توبه بسته نشده است. به سوی فلان دیار به نزد فلان قوم که خدای یگانه را می پرستند برو، با آنها همراه شد از گناه های خود توبه کن. مرد برخاست و به سوی آن قوم رهسپار شد. به امر تقدیر عمری او تمام شده در راه حضرت عزرائیل علیه السلام جان را قبض نمودند. دو گروه از فرشتگان، گروه فرشتگان عذاب گروه فرشتگان رحمت نزد مرد حاضر آمدند و بین خود مناظره نمودند. فرشتگان عذاب دلیل آورده گفتند که این مرد در تمام عمر خود یگان مرتبه کار خیر و ثواب را به جای نآورده است، بنابراین باید ما او را به دوزخ بریم. فرشتگان رحمت گفتند که این مرد از تمام عملهای بد دست کشیده به خدا توبه نموده به سوی قومی که خدای یکتا را می پرستند راه پیش گرفته بود، پس باید او را به جنت بریم. در اثنای بحث و مناظره بودند که خداوند فرشته را به صورت آدمی نزد آنها فرستاد و او چون حاکم به فرشتگان گفت از آنجایی که جسد خوابیده است به دو طرف به سوی دیاری که گناه صادر کرده بود و دیاری که این مرد با آنها همراه شدن میخواست چین کنید. به کدام طرفی که نزدیک باشد به همون طرف حکم کنید. چون مسافه راه را چین کردند دیدند که مرد به سوی دیار توبه یک وجب نزدیک است. بعد فرشتگان رحمت او را به سوی جنت بردند. روزی حضرت موسی علیه السلام در معراج از خدای تعالی پرسیدند پروردگارا آیا تو هم خواب میکنی؟ خداوند خواب نکردن خود را به موسی کلیم بشارت داده برای تصدیق سخن خود فرمود ای موسی برو 2 کوزه را بگیر و آنها را پر از آب کن و در دست خود
راست نگاه دار. وقتی که حضرت موسی چنین کردند، خدا به ایشان خواب را فرستاد. هرچند کوشش کردند کوزه را با داشته ایستادن قادر نشدند. خواب برشان غلبه کرده کوزه از دستشان افتاده شکست. خداوند گفت: ای موسی، اگر من خواب می کردم، آیا این دنیا، آسمان ها و زمین، فلک و کائنات در چنین حالت در یک نظام می ایستاد؟ هر شب وقتی که بندگان به خواب غفلت روند، خدای تعالی به آسمان یکم که آسمان دنیا می گویند فرآمده ندا می کند: ای بندگان، کدام از شمایان خواب غفلت را ترک نموده در این ظلمات شب مرا یاد می کنید؟ از من هر حاجتی داشته باشید طلب کنید تا من حاجت شما را روا گردانم. در این هنگام اگر بنده به سوی خدای تعالی یک قدم گذارد، خدای تعالی به سوی او 2 قدم گذارد، و اگر به سوی او تعالی و شتابد، خداوند به سوی او بنده بدود. اگر کسی از بندگان بیدار دل در این دل شب یک مرتبه با اخلاص الله گوید، خداوند در جواب 70 مرتبه لبیک گویان جواب دهد. هر چه دعا کند دعاش را قبول کند و حاجتی داشته باشد حاجتش را روا گرداند. توبه را وقت معین نیست، یعنی همه وقت مقبول است. آسمان ها را در هاست که اعمال بندگان را از آن درها بالا میبرند و آن درها بعضی وقتها بسته و بعضی وقتها گشاده میگردد، مگر در توبه که هرگز نمیبندند و همیشه گشاده است تا هر گاهی که بنده عاصی از کرده‌های خود پشیمان گردد و توبه کند، در هر وقتی که باشد بپذیرد. اما چون آفتاب از طرف مغرب برآید، در توبه بسته میگردد. استغفر الله. توبه بنده هرگز دیگر قبول نخواهد شد. آوردند که پادشاه را وزیری بود. هر روز بعد برآمدن آفتاب دیر از خواب میخیزد. او را عادت این بود. روزی برای پادشاه وقتی سحر کاری مهمی پیش آمد، دید که باز وزیر در خواب غفلت رفته بود. از این بتنگ آمده در غضب شده به وزیر گفت: ای فلانی، تا که تو رو این حالت دوام میکند؟ هر روز تا تیر به خواب غفلت میروی، باری ندیدم که روی به درگاهی خداوند آورده توبه نموده باشی. وزیر گفت: ای شاهم، نگاه کنید که امروز آفتاب از طرف مشرق برآمده است یا از طرف مغرب؟ پادشاه گفت: چون هر روز از طرف مشرق برآمده است. وزیر گفت: حالا هم در توبه پروردگار برای بندگان گناهکارش بسته نشده است. برادران و خواهران اهل اسلام من، در خاطر دارند که الله تبارک و تعالی بخشیدن را دوست می‌دارد و بسیار مهربان و بخشنده است. وقتی بنده ناامید نشده از درگاه خداوند دعای مغفرت می‌کند، پروردگار مهربان انشاءالله که می‌بخشد. بسیار از برادران در زیر نوارهای ما از آن زندگی‌های خود بیان کرده میگویند: برادر، این کار کردم یا دیگر کار کردم، از کار خود بی حد پشیمانم. و کسی به آنها گفته است که دیگر این کار بسیار گناه سخت است، یا اینکه دیگر و دیگر. عزیزان دل، خداوند همیشه با بندگانی که صبر میکند و خداوند همیشه با اون بنده‌ای که توبه میکند. شما هیچ وقت از رحمت خدا ناامید نباشین. پروردگار همیشه با اون بنده نیکوکار و همیشه با اون بنده‌ای که کار خیر میکند. شما اون کار خطایی که کردین توبه کنین، الله تبارک و تعالی انشاءالله که میبخشد. و در آخر ناگفته نماند که قصه مذکور را از کتاب صیقل خرد دسترس کرده ایم. و البته از درگاه خداوند تعالی دعا داریم که هر یک قصه و هر یک پنداندرزی که میکنیم اول به خودی گوینده عمل کردن را و بعدا به شنوندگان عمل کردن را نصیب روزی گردانه و همه ما و شما را از راه خطا نگه دارد. و البته امیدواریم که در گفتن این یا اون قصه ها الهی به خطاگی راه نداده باشیم. اگر خطا کرده باشیم خداوند متعال مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. و البته چون که در اکران های خود میبینین این قصه را از اون کتاب صیقل خرد دسترس کردیم که در اونجا گفته شده است که هر یک قصه که در این کتاب بیان کرده اند دلیل و اساس خود را دارد. الهی پروردگار مهربان هر کار خیری که ما و شما میکنیم مقبول درگاهش بگرداند. اللهم اعن على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی یار و مددگار هر یک شمایان باد.